وقت خوبه. من عمده تلاشم رو میکنم تا نکات مهم و ارزنده پورساتی رو برات تهیه کنم و اینجا بذارم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن و با سابسکرایب کردن بهم انرژی و انگیزه بده برای ادامه مسیر. ممنون. سلام به روی ماهتون. جایگاه تو در کائنات نقش بسیار مهمی در همه زندگیت داره و مسلماً در ثروت سازی و پول سازیت. نکات بسیار ارزنده و بسیار کوتاهی داریم در این جلسه که در زندگی و در ثروت سازی تو نقش مهم و تعیین کننده ای دارن. پس خوب دقت و توجه کن. اگر میخوایی جایگاه برتری در کائنات پیدا کنی، باید انگشت اتهامت رو قبل از هر چیز از روی دیگران برداری. فرآیند نقد و قضاوت کردن دیگران رو به صورت کلی متوقف کنی و به جاش فقط روی خودت مانور بدی و برای کارها و اعمالت زمان بذاری. هرگز از دیگران بدگویی نکنی و اینگونه خودت رو گرفتار نکنی، چون واقعا تبعات داره در زندگیت. چون کلام انرژی هستش و انرژی جابجا میشه و دوباره به سمت خودت برمیگرده و دودش میره توی چشم خودت. شکرگزار تک تک نعمت‌هایی باش که خداوند بهت عطا کرده، حتی برای چیزهای به ظاهر کوچک و پیش پا افتاده. خلاصه سعی کن که برای همه چیز شکرگزار باشی که اینجوری سود بیشتری عاید خودت میشه. اما در اینجا مهمترینش اینه که با شکر نعمت‌های قدیمی رو به خاطر میاری و به اونها توجه میکنی و با توجه به نعمت‌های قدیم به برکت شکرگزاری در واقع راه رو برای نعمت‌های جدید توی زندگیت باز میکنی. به خدا هم که نزدیک‌تر میشی.